از همون اول که با مهتاب ازدواج کردم زندگیم یه حال و هوای خاصی داشت. مهتاب دختر شوخ و پر جنب و جوشی بود. زیاد سخت نمیگرفت. همیشه دور و برمون شلوغ بود. خونمون پر از رفت و آمد بود. دوستاش می اومدن، می خندیدن، حرف می زدن. منم باشون صمیمی می شدم. وسط حرفاشون می نشستم، می خندیدم. حتی گاهی باشون شوخی می کردم. مهتابم اصلاً بهم گیر نمیداد. خیلی حسرت اینو می‌خوردن که زنم انقدر پای است. از بیرون که نگاه میکردی فکر میکردی زندگی ما رویاییه. نه دعوایی، نه گیره بی خودی. همه چیز ظاهراً عالی بود. اما خب همیشه ظاهر و باطن یکی نیست. یادمه اون روزا یه دوستی بین ما و یه خانواده دیگه شکل گرفته بود. اسم دخترشون نگین بود. نگین خیلی زود با مهتاب رفیق شد. خونمون میومد، مینشست، کلی با مهتاب حرف میزدن. منم معمولا اون گوشه بودم. گاهی چای میبردم، گاهی کنار دستشون مینشستم و یه چیزی میپروندم. اولش هیچی نبود، اما نمیدونم چی شد که نگاههای نگین یکم فرق کرد. وقتی مهتاب تو آشپزخونه میرفت، نگاهش یه جور دیگه میشد. یه وقتایی هم تو جمع یه تنهایی میزد که فقط من میفهمیدم. همونجا بود که کم کم فهمیدم ماجرا میتونه از کنترل خارج بشه. اون مهمونی و هیچ وقت از یادم نمیره. خونمون پر از آدم بود. موزیک، خنده، بوی قهوه و شیرینی. همه دور هم بودن. مهتابم طبق معمول سرش گرم بود. یا تو آشپزخونه با چند نفر میخندید یا داشت با گوشه یکی از دوستاش عکس میگرفت. منم اون وسط لیوان به دست فقط نگاه میکردم. دوستای مهتاب همشون یه سر و گردن خوشگل‌تر از بقیه بودن. یکی قد بلند و مو فرفری بود، یکی موشو بلوند کرده بود، یکی چشم روشن بود، یکی هم یه لبخند داشت که آدمو دیوونه میکرد. همیشه برام عجیب بود که مهتاب چطور هیچ وقت حسودی نمیکرد وقتی من باشون شوخی میکردم. انگار اصلا براش مهم نبود. اون شب یه لحظه حواسم جمع شد که مهتاب نیست. رفتم تو آشپزخونه، نبود. تو بالکن، نبود. انگار یه لحظه غیب شده بود. همون موقع نگاهم به اون چهارتا افتاد. یه گوشه نشسته بودن، دور یه میز کوچیک داشتن میخندیدن. منم خیلی ریلکس سمتشون رفتم. یکی از دخترها گفت: تو چرا تنها وای میستی همیشه؟ بیا اینجا پیش ما بشین. همین یه جمله کافی بود تا خودم روی صندلی کنارشون بندازم. از همون لحظه حس کردم فضا یه جوریه، پر از نگاه، پر از خنده‌های نصف نیمه. کم کم بحثمون از چیزای ساده مثل آهنگ و فیلم به چیزای شخصی تر رسید. هر کدوم یه چیزی میپروندن. یکیشون گفت: خوش به حال مهتاب که شوهرش انقدر پایه است. یکی دیگه با خنده گفت: پایه است یه شیطونه. و همه خندیدن. منم با پررویی جواب دادم: خب بستگی داره کنار کی باشم. اگه کنار شماها باشم شیطون میشم. صدای خنده هاشون بالا رفت. اون لحظه یه چیزی بینمون رد و بدل شد. یه جرقه که اصلاً نمیخواستم خاموشش کنم. یکی از دخترها لیوانشو برداشت و گفت: بیا آراد، به سلامتی شب خوبمون. لیوانشو به لیوان من زد. اون یکی هم با شیطنت گفت: اینا همش از برکت خودته. اون شب زمان از دستم در رفت. بین خنده ها، شوخی ها، نگاه هایی که از بیرون عادی به نظر می رسید اما برای خودمون پر از حرف بود. یه لحظه دیدم یکیشون خم شد و کنار گوشم گفت: حیف که مهتاب اینجاست، وگرنه امشب میتونست خیلی خاص‌تر باشه. ضربان قلبم تند شد. حس کردم دارم وارد یه بازی خطرناک میشم، اما خوشم میومد از توجهشون، از اینکه 4 دختر خوشگل دورم نشسته بودن و هیچ کدوم مرزی نداشتن. وقتی مهتاب بالاخره سمت ما اومد، هممون مثل آدمای مظلوم نشسته بودیم. اونم با خنده گفت: به به آقا آراد، مجلس رو ترکوندی، همه رو دور خودت جمع کردی یا؟ منم فقط لبخند زدم، ولی تو دلم میدونستم یه خط باریک رو رد کردم. اون شب فقط شروع بود. از اون شب به بعد دیگه انگار یه در تو زندگیم باز شد. هر وقت مهتاب نبود یا سرش گرم بود، منم سراغ شیطنتام میرفتم. اصلا یه جوری شده بود که خودم باورم نمیشد دارم این کارا رو میکنم. یه وقتایی مهتاب خرید میرفت یا پیش مامانش میرفت یا با دوستاش بیرون میرفت. منم با یه بهونه یا با یه پیامی که از همون دخترها رو سمت خودم میکشوندم. یه بار نگین بود، یه بار اون دختر مو فرفریه، یه بارم حتی دوتاشون با هم خونمون اومدن. همش فکر میکردم مهتاب بو نمیبره چون هیچ وقت چیزی بهم نمیگفت. هنوزم مثل قبل با هم صمیمی بود، میخندید، شوخی میکرد. حتی وقتایی که با دوستاش دور هم جمع میشدیم اصلا رفتارش تغییری نکرده بود. منم پروتر شده بودم. به خودم میگفتم اگه چیزی میدونست الان دیگه اینجوری با هم رفتار نمیکرد. همین فکر باعث میشد بیشتر جلو برم. حتی یه بار وقتی مهتاب زنگ زد گفت دیر میاد، انگار دنیا رو بهم دادن. سریع به یکی از دخترها پیام دادم و نیم ساعت بعد روی مبل خونه نشسته بودیم. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.
اون لحظه‌هایی که کنارشون بودم هیجان عجیبی داشتم. همه چی پر از ریسک بود. یه صدای کوچیک پشت ذهنم میگفت اگه مهتاب الان بیاد چی؟ اگه یکی ببینه چی؟ ولی خب همون خطر باعث میشد شیرین تر بشه. بیشتر از همه نگین اذیتم میکرد. اون خیلی زرنگ بود. خیلی بلد بود چجوری آدمو اسیر کنه. همیشه نگاهش خاص بود. یه وقتایی تو جمع جلوی مهتاب جوری نگاه میکرد که خونم به جوش میومد. حتی وقتی یه شوخی ساده میکرد فقط من میفهمیدم پشت اون شوخی یه چیز دیگه است. اما با همه اینا وقتی پیش مهتاب برمیگشتم، وقتی لبخندش رو میدیدم یا وقتی بیخیال ازم میپرسید چی خوردی؟ میخوای شام درست کنم؟ یه لحظه وجدانم درد میگرفت. میگفتم نکنه میدونه ولی هیچی نمیگه. نکنه داره با هم بازی میکنه. ولی دوباره همون فکر قبلی وسط می اومد. اگه میدونست الان با من انقدر راحت نبود. همین باعث می شد دوباره دلم قرص بشه و کارامو بکنم. یه بار حتی کار به جایی رسید که با 4 تاشون با هم بیرون رفتیم. مهتاب فکر میکرد من شیفتم یا با بچهای محلم. منم داشتم با ماشین دور شهر میچرخیدم و 4 تا دختر تو ماشین خنده کنان آهنگ میخوندن. اون شب به خودم گفتم دیگه هیچی جلوی منو نمیگیره. ولی نمیدونستم این آتیشی که روشن کرده بودم یه روز همه چی رو میسوزونه. انقدر درگیر خوشگذرونیای خودم بودم که اصلا نفهمیدم اوضاع خونمون داره عوض میشه. اولش خیلی ریز بود، جوری که به چشم نمیومد. مثلا مهتاب دیرتر از همیشه خونه میومد. قبلا عادت داشت عصر بیاد شام آماده کنه، یه چیزی بپزیم بشینیم با هم بخوریم. ولی کم کم دیدم بیشتر شبا ساعت 11-12 در خونه رو باز میکنه. یه بار پرسیدم کجا بودی این همه؟ خیلی خونسرد گفت آرایشگاه، مشتری زیاد بود، کارم دیر تموم شد. منم که خودم ته دروغ و بهونه بودم باور کردم. گفتم خب لابد همینه. ولی جریان همینجا تموم نشد. یه مدت گذشت دیدم دیگه اصلا شام درست نمیکنه. یخچال خالی بود، ظرفا نشسته بودن، خونه بیروح بود. مهتابی که همیشه سرزنده بود حالا بیشتر وقتش یا تو آرایشگاه میگذروند یا با دوستاش بیرون میرفت. حتی وقتی خونه هم بود بیشتر با گوشیش برمیرفت، کمتر با من گرم میگرفت. منم اولش خوشحال بودم، میگفتم چه بهتر، کمتر گیر میده، منم بیشتر آزادم. ولی کم کم حس کردم یه چیزی سر جاش نیست. مخصوصا وقتی یه شب با بوی عطر غریبه برگشت. روی مبل نشسته بودم، داشت کفشاشو در می آورد. بوی تند عطر تو دماغم پیچید. همون لحظه گفتم مهتاب این چه عطریه؟ تو از این عطرا نداشتی؟ لبخند زد و گفت دوستم بهم هدیه داده. یه جوری گفت که انگار جواب همه چی رو داده. منم چیزی نگفتم. ولی ته دلم آشوب شد. رفتارش عجیب‌تر میشد. صبح دیر بیدار میشد. حوصله هیچ کاری رو نداشت. ولی همین که گوشی زنگ میزد یهو جون میگرفت. آماده میشد، آرایش میکرد، میرفت بیرون. منم احمقانه به خودم دلداری میدادم خب زن جوونه، حق داره واسه خودش وقت بذاره. اما واقعیت این بود که اون فاصله که بینمون افتاده بود از حد یه بی‌توجهی ساده بیشتر بود. یادمه یه شب که از خوشگذرونی با یکی از دخترها برگشته بودم دیدم مهتاب هنوز نیومده. ساعت از 12 گذشته بود. هرچی زنگ زدم جواب نداد. نزدیک 1 نصف شب بود که درو باز کرد و اومد تو. اصلا خسته نبود، برعکس سرحال و خوشحال بود. لباسش هم یه جوری بود که معلوم بود برای یه دوره همی ساده نرفته. اون شب دیگه نتونستم جلوی زبونمو بگیرم. گفتم کجا بودی این وقت شب؟ با یه نگاه سرد نگام کرد و گفت تو به کارای من کاری نداشته باش، همونطور که من کاری به کارای تو ندارم. اون جمله مثل پتک تو سرم خورد. یعنی چی؟ یعنی فهمیده؟ یعنی همه چی رو میدونه و سکوت کرده؟ یا اینکه خودش داره کار خودش رو میکنه و نمیخواد من چیزی بپرسم؟ از اون شب به بعد دیگه نه من مثل قبل بودم نه اون. من هنوز دنبال شیطنتام میرفتم، ولی با هر خنده مهتاب، با هر دیر اومدنش یه زنگ خطر توی گوشم میپیچید. حس میکردم بازی 2 طرفه شده. دیگه نمیتونستم به این حالت ادامه بدم. شک به جونم افتاده بود. هر بار که مهتاب دیر میومد یا با اون لبخند نصف نیمش جوابم میداد دلم آشوب میشد. یه شب توی تخت خوابیده بود. گوشیشو کنار بالش گذاشته بود. صفحش روشن شد و اسم یه نفر بالا اومد. فقط اسم کوچیک بود ولی همین کافی بود تا خواب از سرم بپره. دست نزدم، چیزی نگفتم. اما همون لحظه تصمیم گرفتم بفهمم جریان چیه. روز بعدش وقتی گفت میخواد آرایشگاه بره منم یواشکی دنبالش راه افتادم. اونقدر قلبم تون میزد که حس میکردم هر لحظه لو میرم. فاصله‌مو حفظ کردم. یه گوشه وایسادم و فقط نگاه میکردم. دیدم اصلا سمت آرایشگاه نرفت. توی کوچه خلوت پیچید. همونجور که دنبالش میرفتم یهو وایساد.
یه پسر منتظرش بود. قد بلند، با ریش مرتب و لباسای شیک. مهتاب تا بهش رسید همونجا یه جوری خندید که من تا حالا اون خنده رو ندیده بودم. خنده‌ای که پر از ذوق بود. نه از اون خنده‌های مصنوعی که جلوی من میکرد. پسره دستش رو روی کمرش گذاشت. نزدیکش شد. جوری که انگار سالهاست با هم آشنا هستن. همون لحظه بود که انگار زمین دهن باز کرد و من توش فرو رفتم. خونم به جوش اومده بود ولی دستام یخ کرده بود. نمیخواستم باور کنم. به خودم گفتم نه، شاید این فقط دوستشه. شاید چیزی نیست. اما هر ثانیه‌ای که میگذشت همه چی واضح‌تر میشد. دیدم توی کافه رفتن، کنار هم نشستن. از پشت شیشه نگاه میکردم. پسر دستش رو روی دست مهتاب گذاشته بود و مهتابم اصلا دستش رو پس نکشید. برعکس لبخند زد. حتی سرش رو روی شونه اون خم کرد. اون لحظه دیگه هیچ بهونه‌ای برام باقی نموند. فهمیدم چرا مهتاب هیچ وقت به من گیر نمیداد. چرا راحت بود وقتی من با دوستاش گرم میگرفتم. چون خودش سرگرم بود. خودش داشت کارهای خودش رو میکرد. اون لبخندایی که منو گول زده بود از جنس صمیمیت نبود. از جنس بیخیالی بود. باورم نمیشد. تمام این مدت من فکر میکردم زرنگم. دارم پشت سرش کار خودم رو میکنم. ولی اونم همزمان بازی خودش رو میکرد. حتی شاید از منم حرفه‌ای تر بود. پشت شیشه وایساده بودم. دستام مشت شده بود. اما هیچ کاری نتونستم بکنم. نمیدونستم برم تو دعوا کنم یا همونجا واسطم و زل بزنم به 2 نفری که دارن میخندن و انگار هیچ چیزی براشون مهم نیست. اون روز برام مثل یه سیلی محکم بود. تازه فهمیدم زندگی که بهش دل خوش کرده بودم سالهاست پوسیده. از وقتی فهمیدم مهتاب دوست پسر داره همه چی برام عوض شد. دیگه اون هیجان و شیطنتی که با دوستای خودش داشتم هیچ معنایی نداشت. به بنبست رسیده بودم. همش تو فکر بودم که نکنه همه چیزو از دست داده باشم. یه روز همینجوری نشسته بودم. گوشی دستم بود. پر از چتای نصف نیمه با اون دخترا بود. نگاهشون کردم و یهو همه رو پاک کردم. حتی بلاکشون کردم. دلم نمیخواست دیگه با هیچ کدومشون وقت بگذرونم. همشون برام یه مشت آدم اضافه بودن. تنها چیزی که تو ذهنم بود مهتاب بود. زنی که قرار بود همه زندگیم باشه ولی حالا داشت کنار یکی دیگه میخندید. از همون روز شروع کردم به عوض شدن. خواستم همه جوره دلشو دوباره به دست بیارم. یه بار رفتم بازار کلی خرید کردم. برگشتم خونه براش غذا درست کردم. آشپزخونه رو به هم ریختم ولی بالاخره یه پاستای ساده درست شد. وقتی اومد با ذوق گفتم بشین. امشب لازم نیست دست به هیچ کاری بزنی. ولی فقط یه لبخند بیروح زد. لقمه خورد و گفت مرسی. همین. نه بیشتر نه کمتر. یه بار دیگه بیرون بردمش. گفتم بریم یه جایی که حالتو عوض کنه. بردم شهر بازی. همون جایی که قبل از ازدواجمون یه بار رفته بودم و کلی خندیده بودیم. میخواستم دوباره همون روزا زنده بشه. ولی مهتاب ساکت بود. فقط نگاه میکرد. حتی وقتی سوار چرخ و فلک شدیم اون لبخندی که انتظارش رو داشتم روی صورتش نیامد. هدیه‌ام گرفتم. رفتم یه گردنبند ظریف خریدم. همونی که میدونستم همیشه دوست داشت. آوردم کف دستش گذاشتم و گفتم این فقط یه گردنبند نیست، یه نشونه است. نشونه این که هنوزم دوستت دارم. نگام کرد. گردنبندو گرفت ولی بدون هیچ هیجان یا بغضی فقط گفت ممنون. بعدشم گذاشت کنار. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اون روزا دیگه همه کار میکردم. صبح زود پا میشدم، صبحونه آماده میکردم، واسش قهوه میریختم. حتی سعی میکردم بیشتر باش حرف بزنم، پای حرفاش بشینم. اما انگار همه چی بیفایده بود. هرچی بیشتر خودم رو بهش نزدیک میکردم اون بیشتر ازم فاصله میگرفت. من توی دلم یه جنگ وحشتناک داشتم. از یه طرف عذاب وجدان واسه کارایی که کرده بودم، از یه طرف خشم و حسادت واسه کاری که اون داشت میکرد. همه تلاشم این بود که نشون بدم میتونم آدم بهتری باشم، میتونم جبران کنم، ولی هر بار که نگاه سردشو میدیدم حس میکردم دیگه دیر شده. یه شب وقتی داشتم ظرفا رو میشستم یهو سرمو بالا آوردم و دیدم مهتاب به من زل زده. دستام پر از کف بود، آب گرم رو دستام میریخت، اما نگاهش سرد بود. گفت آراد، فکر نمی‌کنی همه این کارا الان زیادی بی‌معنیه؟ اون جمله دلمو شکون. یعنی همه تلاشام الکی بود؟ یعنی دیگه هیچ امیدی نبود؟ اون لحظه فهمیدم من هر کاریم بکنم اون دیگه از دستم رفته. دیگه وقتم داشت تموم میشد. شبام بد جوری تنگ و خفه شده بود. یه روز صبح که مهتاب بازم دیر اومد خونه و من سر میز تنها نشسته بودم گفتم دیگه باید یه کاری بکنم. نتونستم بیشتر خودم رو نگه دارم. با خودم گفتم لااقل یکی حرفامو گوش بده. زنگ زدم به مامانم و ازش خواستم همین الان بیاد پیشم. مامانم همیشه آدمی بود که هر چی میگفتم بدون حکم و نصیحت طولانی گوش میداد. وقتی رسید نشست روبروم و با همون لهجه نرم و مهربونش گفت
چی شده پسرم؟ چرا انقدر چهرت پکره؟ منم یه نفس عمیق کشیدم و شروع کردم. از همون اول بی پرده گفتم مامان، مهتاب دیگه اون مهتاب قدیم نیست. خیلی دیر میاد. با دوستاش بیرون میره. دیگه مثل سابق به من توجه نمیکنه. انگار حس بینمون کم شده. مامانم یکم ساکت شد و دستش رو دستم گذاشت و گفت ببین آراد، زن و شوهر همیشه بالا پایین دارن. بعضی وقتا رنگ خونه کم میشه، بعضی وقتا زیاد. تو نباید زود قضاوت کنی. منم ادامه دادم مامان، من شک کردم، خیلی چیزا دیدم. انگار که اونم یه راهی داره. من حتی دنبالش رفتم، دیدم با یه پسر نشسته. از وقتی فهمیدم دیگه خودم رو با هیچ کدوم از آدمای دورم سرگرم نکردم. حالا دارم تلاش میکنم، براش غذا درست میکنم، هدیه میخرم، بیرون میبرمش. ولی انگار فایده‌ای نداره. مامانم اخم کرد و با نگاهی که هم ناراحت بود و هم پر احساس گفت آراد پسرم، تو هنوز جوونی. شاید چیزایی هست که تو ندیدی. شاید مهتابم یه چیزایی رو از تو پنهون کرده، یا شاید مشکل از جای دیگه است. اما یه چیزو بدون، خونه بدون بچه مثل آتیش بدون هیزم میمونه. یه لحظه خشکم زد. مامانم همیشه اینطوری حرف میزد، مستقیم و قاطع. ادامه داد بچه بیارین، زندگیتون یه چیزی کم داره، بذار اون خلا پر بشه. بچه میتونه حواسا رو جمع کنه، دلا رو گرم کنه. خیلی زن و شوهر با داشتن بچه دوباره به هم نزدیک شدن. من از این حرفا یه حس دوگانه داشتم. از یه طرف دلم میخواست هر کاری کنم که به زندگیم سر و سامون بدم. از طرف دیگه میترسیدم بچه رو وسط این کشمکشا بیارم. نگران بودم که اگه مهتاب الان از من دور باشه، آوردن بچه فقط به زندگیش آسیب میزنه. ولی مامانم هم پافشاری میکرد و گفت نه ترس پسرم، اگه مشکلی باشه ما پشتتیم. و بعد خنده‌ای تلخی کرد که معلوم بود از ته دل خوشحال نیست. مامانم برای اثبات حرفش تو آشپزخونه رفت و شروع کرد یه غذای ساده درست کنه. همون کارای همیشگیش. روغن ریخت، پیاز سرخ کرد، سبزی خوردن آماده کرد. اما انگار هر تیکه‌ای از غذا یه پیام داشت. زندگی ادامه داره. وقتی داشت غذا رو روی میز میچید، نگاهش به من افتاد و گفت بعضی وقتا باید کاری رو شروع کنی که احتمالاً آخرش به نتیجه نمیرسی. اما اصلاً مهم نیست. مهم اینه که تلاش کنی. تو یه کاری کن که نه فقط واسه خودت، واسه زندگی تلاش کردی. اون شب خیلی طول کشید تا خوابیدم. تو سرم کلی فکر و خیال میدوید. هم اشتیاق داشتم که مهتابو برگردونم، هم حس گناهی که بابت کارهای خودم داشتم. به خودم گفتم اگه میخوام واقعا شانس داشته باشم باید همه چی کنار بذارم. دیگه نمیتونستم با تزویر ادامه بدم. باید روشن میگفتم که چی شده و چی میخوام. شب قبل از خواب رفتم تو اتاق مامان و کنارش نشستم. گفت آراد پسرم، هر تصمیمی که گرفتی با فکر بگیر. اگه میخوای بچه دارشین با مهتاب حرف بزن، بگو میخوای زندگیتو درست کنی. ولی اگه نه، لااقل رو راست باش. اون جمله آخرش مثل یه مشعل روشن تو مغزم بود. من فهمیدم باید یه برخورد واقعی داشته باشم. نه با هدیه، نه با غذا، نه با رفت آمده نمایشی، بلکه با حرف راست و یه تصمیم مشترک. وقتی این حرفو زد یهو خشکم زد. باورم نمیشد زنی که یه روز عاشقم بود و با هم واسه آینده کلی رویا میبافت، حالا اینجوری راحت بگه از بچه خوشش نمیاد. دلم گرفت. یه جوری خرد شدم که نمیتونم توصیف کنم. نگاهش میکردم، اما نگاهاش دیگه مثل قبل نبود. قبلا وقتی چشم تو چشم میشدیم یه برق خاصی تو نگاهش بود، ولی الان خالی بود، سرد بود، انگار اصلا کسی جلوش نیست. گفتم مگه نمیخواستیم زندگیمونو کامل کنیم؟ مگه نمیگفتی یه روزی میخوای مامان بشی؟ با یه پوزخند تلخ گفت اون موقع بچه بودم، خیال پردازی میکردم. الان فهمیدم بچه فقط دردسره. من زندگی آزادم و دوست دارم، نمیخوام خودم رو به پوشک و شیشه شیر محدود کنم. اون لحظه حس کردم من آینده‌ای که تو ذهنم ساخته بودم و با یه لگد بیرون پرت کرد. سکوت کردم. فقط نشستم بهش نگاه کردم. مهتاب حتی خم نشد دستمو بگیره، یکم نرمتر حرف بزنه. سراغ گوشیش رفت و شروع کرد به چت کردن تو اینستا. بی تفاوت، انگار اصلا چیزی بینمون رد و بدل نشده بود. شبش تا صبح تو فکر بودم. صداش تو گوشم میپیچید که میگفت از بچه خوشم نمیاد. خودمو ملامت می‌کردم. میگفتم این همه بی‌وفایی از خودم شروع شد. من باعث شدم زندگیمون سرد شه. حالا اونم داره انتقامشو میگیره، یا شاید واقعا دیگه هیچ حسی بهم نداره. صبح وقتی بیدار شدم بازم خودمو به بیخیالی زدم. رفتم واسش صبحونه آماده کردم. تخم مرغ نیمرو کردم، چای گذاشتم، نون تازه گرفتم. روی میز گذاشتم و با ذوق صداش زدم. مهتاب، بیا صبحونه بخوریم. اونم اومد. یه نگاه کرد و گفت مرسی. ولی همین. دیگه هیچی. نه لبخندی، نه خوشحالی. نشست، 2 لقمه خورد. گوشی دستش بود و بعدم گفت عجله داره. باید بره آرایشگاه. با هر قدمی که از خونه دور میشد حس میکردم منم دارم خالی تر میشم.
تو ذهنم پر از سوال بود. واقعا مهتاب هنوز اون پسر رو میدید؟ واقعا عاشق اون شده بود یا فقط ازم زده شده بود؟ حس میکردم دارم میبازم. هر کاری میکردم فایده نداشت. حتی فکر کردم شاید بچه بهونه بود. شاید اصلا نمیخواست هیچ وقت کنار من بمونه. دیگه مطمئن بودم مهتاب دلش پیش من نیست. هر چقدر زور میزدم، هر چقدر تلاش میکردم که ارتباطمون رو درست کنم، فقط بیشتر تحقیر میشدم. دیگه خسته شده بودم از اینکه هر روز جلوی یه آدم بی احساس نقش بازی کنم. نشستم به خودم فکر کردم و گفتم تا کی میخوای خودتو کوچیک کنی؟ تا کی میخوای یه حس نابود شده رو به زور زنده نگه داری؟ همون شب تصمیم گرفتم. باید طلاقش میدادم. وقتی این تصمیم رو گرفتم دلم آشوب شد. یعنی هنوز ته قلبم یه امید کوچیک بود که شاید این قضیه یه روز درست شه. ولی عقل و غرورم میگفت دیگه تمومه. فرداش رفتم خانواده‌مو در جریان گذاشتم. سر سفره شام بودیم. مامانم غذا کشیده بود. بابام داشت اخبار میدید. یهو گفتم میخوام مهتابو طلاق بدم. قاشق از دست مامانم توی بشقاب افتاد. بابام با تعجب عینکش از چشمش برداشت و گفت چی گفتی؟ خواهرم پرستو که همیشه فضول بود زود گفت شوخی میکنی دیگه نه؟ شما دوتا از همه زوجایی که میشناختم عاشق‌تر بودین. اما من خیلی جدی بودم. نگاهشون کردم و گفتم نه شوخی نیست. دیگه نمیتونم ادامه بدم. مهتاب دیگه مثل قبل نیست. منم نمیخوام بیشتر از این خودم عذاب بدم. مامانم اشکش در اومد و گفت آراد آخه چرا؟ مگه چی کم داشتی؟ مگه چی شده که اینجوری میخواین زندگیتون رو خراب کنین؟ گفتم مامان همه چیز ظاهریه. شما از بیرون نگاه میکنین فکر میکنین ما خوشبختیم. ولی توی این خونه دیگه خبری از عشق و آرامش نیست. من بهش پشت کردم اونم بهم پشت کرد. وقتی دیگه عشقی وجود نداره دیگه نمیشه اسمشو زندگی گذاشت. بابام دستش رو روی میز گذاشت. محکم گفت طلاق آخرین راه پسر. نباید به این راحتی بگی میخوام طلاق بگیرم. اما من با لحن خسته‌ای گفتم بابا دیگه چیزی نمونده که بخوام واسش بجنگم. من هر کاری کردم نشد. اونم دلش جای دیگه است. پرستو زمزمه وار گفت باورت نمیشه چقدر به هم می اومدیم. راست میگفت. ما از بیرون خیلی به هم می اومدیم. اما کسی نمیدونست تو دلمون چه قوقاییه. اون شب خونمون پر از سکوت و بغض بود. مامانم هی گریه میکرد، بابام نصیحت میکرد. ولی من تصمیممو گرفته بودم. ته قلبم میدونستم راهی جز جدایی نمونده. وقتی بالاخره رفتم سراغ مهتاب و بهش گفتم مهتاب من دیگه نمیخوام ادامه بدم. میخوام جدا شیم. یه لحظه نگام کرد. همونطور خونسرد و بیروح. منتظر بودم مثل بقیه زن و شوهرایی که میشنیدم جیغ بزنه، گریه کنه، خواهش کنه، دعوا را بندازه. ولی نه هیچ کدوم. فقط یه لبخند کمرنگ زد و گفت باشه منم همینو میخواستم. همونجا قلبم لرزید. یعنی انقدر همه چی بینمون تموم شده بود که حتی مخالفتی نداشت. حتی یه ذره واسه نگه داشتنم تلاش نکرد. روی مبل نشستم. دستم روی صورتم گذاشتم. حس کردم دنیا دور سرم میچرخه. اونم خیلی راحت کیفشو برداشت. روبروم نشست و شروع کرد درباره جزئیات حرف زدن. باید توافق جدا شیم. بهتره درگیر دادگاه و این چیزا نشیم. مهریه‌مو میخوام ولی قسطی بده. منم اذیتت نمیکنم. همینقدر سرد، همینقدر منطقی. انگار داشت درباره خرید یه وسیله خونه حرف میزد، نه درباره نابود شدن یه زندگی. هیچی بینمون نمونده بود. نه عشق، نه علاقه، حتی دعوایی هم نبود. فقط سکوت بود و بی‌تفاوتی. خونه‌ای که یه روز پر از خنده و شوخی و مهمونی و صمیمیت بود، حالا به یه جای یخ زده تبدیل شده بود. صدای نفس کشیدنم توی اون سکوت اذیتم میکرد. شب که شد هر کدوم تو اتاق خودمون خوابیدیم. دیگه حتی به زورم نمیشد سر یه میز بشینیم. به سقف خیره شده بودم و فکر میکردم چطور ممکنه زندگی که یه روز واسه به دست آوردنش میخواستم دنیا رو به هم بریزم انقدر راحت از دست رفت. فرداش که رفتیم دفتر ثبت کارامون خیلی سریع انجام شد. توی دلم آشوب بود ولی مهتاب انگار نه انگار. فقط امضا کرد، وسایلش رو جمع کرد و رفت. حتی برنگشت پشت سرش رو نگاه کنه. اون لحظه حس کردم همه چی یه شب نابود شد. نه داد و فریاد، نه قهر و آشتی، نه تلاش برای درست شدن. فقط یه پایان سرد و بیروح. انگار هیچ وقت عاشق هم نبودیم. بعد از اون من موندم و یه خونه خالی. یه عالم خاطره تلخ و یه دل پر از سوال بی جواب. 2 ماه بعد بالاخره همه کارهای اداری و دنگ و فنگای طلاق تموم شد. اون برگ دستم بود و یه حس عجیبی داشتم. انگار سبک شده بودم ولی در این حال یه چیزی از تو دلم کنده شده بود. یه چیزی که نمیدونستم عشق بود یا فقط عادت. ولی نبودنش مثل یه سوراخ بزرگ وسط زندگیم بود. مهتاب رفت. خیلی راحت تر از چیزی که فکر میکردم. من موندم و یه خونه خالی.
اولش گفتم خب من آدم تنها بودن نبودم، دور و برم همیشه شلوغ بود، به دوستام زنگ میزدم، با چند تا دختر میچرخیدم، فکر میکردم همه چی درست میشه. اما نشد. اوایل هر شب با یکی بیرون میرفتم، کافی شاپ، رستوران، حتی سفرهای کوتاه. یه عالمه آدم دور و برم بود، ولی هیچ کدوم نتونستن اون خلا پر کنن. روبروشون مینشستم، میخندیدم، باهم شوخی میکردن، اما توی ذهنم فقط چهره مهتاب بود. حتی وقتی میخواستم به زور خوش بگذرونم، ته دلم یه بغض بود. یه بار با نیکی، یکی از همون دوستای قدیم مهتاب که قبلا باهاش شیطنت کرده بودم، بیرون رفتم. همه چی خوب پیش رفت، حتی سعی کرد نزدیکتر شه. ولی من وسط خنده هام یا خشکم زد، چون ناخودآگاه با مهتاب مقایسش کردم. اون لحظه فهمیدم دیگه هیچ کس نمیتونه مثل اون باشه، حتی با همه اون سردیاش. بعضی شبا با بچه‌ها دور دور میرفتیم. ماشینا پر از موزیک، دود سیگار، خنده و شوخی بود. ولی وقتی تنها به خونه برمیگشتم، فقط روی مبل مینشستم. به دیوار خیره میشدم و فکر میکردم این همه آدم دور و برمن، پس چرا انقدر تنها؟ یه شب دیگه طاقت نیاوردم. سراغ کشوی کنار تخت رفتم سراغ اون دفترچه‌ای که پر از یادداشت‌های قدیمی مهتاب بود. خطش هنوز بوی خودشو میداد. نوشته بود: آرا، تو همه دنیای منی. هیچ کس نمیتونه جاتو بگیره. چشام پر از اشک شد. با خودم گفتم پس چی شد؟ چرا انقدر عوض شدیم؟ چرا هیچ کدوممون واسه داشتن هم نجنگیدیم؟ از اون موقع به بعد حتی بیرون رفتن با دخترم دیگه برام بی‌معنی شد. حس می‌کردم دارم خودمو گول میزنم. هیچ لذتی نداشت. انگار یه بخشی از وجودمو پیش مهتاب جا گذاشته بودم. هیچ کس دیگه نمیتونست بهم پسش بده. اون روزا واقعا حال روحیم خراب بود. خانواده‌ام هر روز یه چیزی میگفتن. مامان دائم میگفت پسرم برو پیش یه روانشناس. بابام میگفت آروم باش، حرف زدن خیلی کمک میکنه. خواهرم هم هی پیام میداد که برو سفر، آخه اینجوری خودتو از بین میبری. آخرش از بس این حرفا رو شنیدم موافقت کردم پیش روانشناس برم. نه اینکه از اول قبول داشتم، اما دیگه خسته شده بودم از اینکه همش خودم رو تو سکوت خفه کنم. روز قرار که رسید هم قلبم تون میزد، هم یه حس کنجکاوی داشتم. مطب ندا درویش تو محله خلوت بود. یه ساختمون کوچیک با در چوبی و یه تابلوی ساده که روش نوشته بود مشاوره روانشناسی دکتر ندا درویش. وقتی وارد شدم یه بوی ملایم از عطر و یه چای نعنا که روی میز بود توی دماغم پیچید. دکور مطب واقعا با سلیقه چیده شده بود. کوسنای نرم، یه تابلو نقاشی با رنگای آرامش بخش، یه قفسه پر از کتابای روانشناسی و بعضی از رمانا. همه چی طوری بود که آدم احساس میکرد توی یه فضای امن و آروم وارد شده. ندا خودش هم به همون اندازه حرفه‌ای و در عین حال مهربون بود. قد متوسط، موی کوتاه و مرتب و یه لبخندی داشت که باعث میشد آدم یه جورایی احساس راحتی کنه. وقتی اومد در رو باز کرد و گفت خوش اومدی، حس کردم یه نفر واقعا قراره گوش کنه، نه اینکه قضاوت کنه. رو صندلیای روبروی هم نشستیم. یه میز بینمون بود و یه لیوان آب و یه گل خشک شده روی میز بود. آغاز جلسه خیلی ساده بود. ندا با آرامش پرسید: تو این چند هفته خودتو چطور دیدی؟ چی شد که فکر کردی باید بیای اینجا؟ اولش هیچی نگفتم، فقط نگاش کردم. بعد یه نفس عمیق کشیدم و شروع کردم از ته دل حرف زدن. از خنده ها و مهمونی ها، از اون جرقه‌ای که تو قلبم روشن شد، از گناه ها، از احساسم نسبت به مهتاب و از اینکه چطور بعد از طلاق همه چی به هم ریخت. هرچی میگفتم ندا فقط گوش میداد. یه گوش دادن واقعی، نه فقط گوش دادن برای جواب دادن. گاهی یه سر تکون میداد، گاهی یه سوال ساده میپرسید که منو وادار میکرد عمیق‌تر برم تو حرفام. اون موقع دقیقاً چه حسی داشتی؟ اگه یه بار دیگه میتونستی واکنش نشون بدی، چی کار میکردی؟ حسی که از اون حرف زدن باش گرفتم عجیب بود. انگار یه بار سنگین داشت از شونه هم برداشته میشد. شاید چون خیلی رک و بی پرده همه چیزو براش گفتم. حتی اون ضعف‌ها و گناهایی که تا قبل از اون جلوی خودم پنهون کرده بودم. ندا بهم گفت طبیعیه که بعد از یه تجربه از دست دادن آدم سردرگم و عصبی باشه. گفت بعضی احساسات مثل حس گناه، خشم، افسردگی یا خالی بودن همه واکنش‌های انسانی و قابل کار کردنه. یه بخش از جلسش خیلی به یادم موند. وقتی گفتم نمیتونم از فکر مهتاب خلاص شم، ندا با صدای آروم گفت: بذار بهت یه تمرین بدم. هر وقت فکرش تو سرت اومد یا دلت خواست باهاش تماس بگیری یا بری سراغ تکرار خاطرات، 5 تا نفس عمیق بکش. بعد یه کار کوچیک انجام بده. مثلا یه لیوان آب بخور یا به یه پیاده روی کوتاه برو. این کار بهت کمک میکنه واکنش‌های خودکارت رو بشکنی. چیز ساده‌ای بود، ولی همون جمله‌ها انگار یه مسیر جلوی پام باز کرد. پایان جلسه وقتی بلند شدم یه حس سبکی داشتم.
ندا بهم گفت روند درمان معمولا زمان میخواد و قرار شد هفته یه بار بیام. با این وجود از جلسه اول حس کردم یه نقطه شروع واقعی دارم. نه اینکه همه چی یه شب درست شه، اما حداقل راهی بود که میشد ادامه بدم. وقتی از مطب بیرون زدم هوا خنک بود و من برای اولین بار بعد از مدت‌ها یه نفس عمیق کشیدم و به خودم گفتم شاید یه راهی باشه. 3 ماه گذشت. 3 ماهی که واسه من مثل یه عمر بود. توی این مدت تقریبا هر روز پیش ندا میرفتم. اولش قرار بود هفته یه بار باشه، ولی من خودم اصرار کردم بیشتر ببینمش. حس میکردم اگه یه روز نبینمش یه چیزی کمه. جلسه‌هاش برام مثل نفس کشیدن شده بود. وقتی رو اون مبل نرم روبروش مینشستم، وقتی اون لبخند آروم رو صورتش نقش میبست و میگفت خب آراد، امروز از کجا شروع کنیم؟ همه استرابام، همه ترسام یهو از بین میرفت. انگار دیگه مجبور نبودم نقاب بزنم. میتونستم هرچی هستم و بی‌سانسور رو کنم. کم کم وابسته شدم. دیگه فقط بحث روانشناسی نبود. حتی وقتی از مطب بیرون میمدم صداش رو توی ذهنم میشنیدم. به خودم میگفتم کاش همین الان دوباره میرفتم، دوباره باش حرف میزدم. وقتی یه روز به خاطر برنامه‌هاش نتونست جلسه بذاره، من مثل دیوونه‌ها عصبی شدم. به مشی مطب زنگ زدم و پرسیدم کی میتونم زودتر ببینمش. حتی خودم رو قانع نمی‌کردم که خب آدم زندگی شخصی داره، نمیتونه همیشه باشه. از اون ور خانواده من متوجه تغییرام شده بودن. مامانم میگفت خیلی بهتر شدی. انگار یه آرامشی داری که قبلا نداشتی. ولی خودش نمیدونست دلیل این آرامش فقط و فقط نداست. یه روز که جلسمون طولانی تر شد خیلی عمیق توی گذشته رفتم. اشکم در اومد. سرمو پایین گرفتم. ندا دستمال جلوم گذاشت و گفت گریه کن. اشک ریختن یعنی زنده‌ای. یعنی هنوز حس داری. همون موقع دلم خواست دستشو بگیرم. دلم خواست بهش بگم تو تنها کسی هستی که این روزا به خاطرش هنوز سر پا موندم. اما جلوی خودمو گرفتم. هر بار که از مطبش بیرون میمدم صدای پاشنه کفشاش، بوی ملایم عطرش، حتی رنگ مانتویی که پوشیده بود همش توی ذهنم میموند. شبا با همون خاطره ها میخوابیدم. دیگه کار به جایی رسیده بود که مطب ندا برام از خونم مهمتر شده بود. ولی ته دلم میدونستم این وابستگی یکم خطرناک شده. میدونستم شاید دارم از خط و مرز عبور میکنم. با این حال نمیتونستم جلوشو بگیرم، چون ندا تنها نقطه روشن زندگیم شده بود. یهو دیدم همه چی تغییر کرده. دیگه اون حس رسمی و خشک بین من و ندا نبود. وقتی تو مطبش میرفتم نگاهمون خیلی بیشتر از قبل تو هم قفل میشد. یه جوری که خودمم خجالت میکشیدم. ولی نمیتونستم نگاش نکنم. اونم هی میخندید و شوخی میکرد. یه بار سر جلسه اصلاً راجع به مشکلات هم حرف نزدیم. نشستیم در مورد علایقمون، موزیکایی که گوش میدیم، فیلمایی که دوست داریم حرف زدیم. من از بس باهاش راحت شده بودم حس میکردم سالهاست میشناسمش. حتی وقتی جلسه تموم شد دیگه دلم نیومد از مطب بیرون برم. بهونه می آوردم. مثلا میگفتم سوال یادم رفته یا دوباره وقت مشاوره میگرفتم، فقط واسه اینکه بیشتر ببینمش. کم کم ارتباطمون بیرون از مطب رفت. یه بار خودش گفت میای بریم یه کافی شاپ نزدیک همینجا؟ دلم پرواز کرد. اون لحظه فهمیدم ماجرا از یه ارتباط کاری خیلی فراتر رفته. توی کافه وقتی روبروی هم نشستیم دیگه مرزی بینمون نبود. حرفامون صمیمی شده بود، خنده هامون بلندتر، حتی نگاه هامون معنادارتر بود. یادم دستم روی میز گذاشتم، اونم دستشو آروم آورد کنار دست من گذاشت. نه دستشو برداشت نه خجالت کشید. فقط نگام کرد و گفت آراد، این چیزی که بین ماست عادی نیست. منم بدون مکس گفتم میدونم، من عاشقت شدم. اون لحظه سکوت کرد، لبخند زد، فقط نگام کرد. قلبم داشت از سینه بیرون میزد. حس میکردم بالاخره بعد مدت‌ها یه چیزی پیدا کردم که زندگیمو از این تاریکی‌ها در آورده. ندا برام شده بود نوری که دوباره امید تو زندگیم آورده بود. از همون روز دیگه همه چی بین من و ندا جدی‌تر شد. دیگه جلسات تراپی بیشتر شبیه قرار عاشقانه بود تا مشاوره. وقتی وارد مطبش میشدم دیگه خبری از اون حالت رسمی نبود. ندا برام قهوه آماده میکرد، گاهی شیرینی روی میز میذاشت. روبروی هم مینشستیم و بیشتر از اینکه در مورد حال روحیم حرف بزنیم درباره خودمون میگفتیم. یه بار وسط حرفامون یهو ساکت شد. سرشو پایین انداخت و گفت آراد، میدونی این ارتباط واسه من چه ریسکی داره؟ من روانشناسم. اینا قاعده و قانون داره. آروم گفتم میدونم ندا، ولی دلم دیگه دست خودم نیست. من فقط تو واسم مهمی، نه این جلسات مشاوره. اون لحظه فقط نگام کرد. چشممون تو هم قفل شد. اونجا انگار همه دنیا از حرکت وایستاده بود. بعد لبخند زد. خیلی کوچیک و پرمعنی. همون لبخندش واسم 1000 تا جواب داشت.
از اون روز دیگه همه چی غیر قابل برگشت شد. بیرون از مطب همدیگه رو میدیدیم. یه بار با هم پارک رفتیم. انقدر خندیدیم که یادم رفت چقدر حال رویم خراب بوده. یه بار دیگه با هم سینما رفتیم. من بیشتر از اینکه به فیلم نگاه کنم به صورت ندا زل زده بودم. اما دروغ چرا؟ ته دلم یه ترسی بود. میدونستم این ارتباط اگه لو بره هم واسه ندا مشکل درست میشه هم واسه خودم. ولی هی به خودم میگفتم مهم نیست. مهم اینه که بعد از مدت‌ها حس زنده بودن پیدا کردم. شبا وقتی میخواستم بخوابم صدای خنده‌هاش تو گوشم میپیچید. بوی عطرش رو حس میکردم. به خودم میگفتم تو دیگه کار خودتو کردی. تو غرق شدی. تا یه مدت همه چی برام مثل یه رویا بود. انگار یه زندگی جدید شروع کرده بودم. هر بار که خونه ندا میرفتم یه حال هوای تازه بهم دست میداد. خونش واقعا قشنگ بود. از همون لحظه‌ای که درو باز میکرد بوی عطر و اون نظم و سلیقش بهم آرامش میداد. همه چی به جا و مرتب. پرده‌های روشن، چند تا قاب عکس روی دیوار که نشون میداد چقدر به جزئیات اهمیت میده. حتی تو آشپزخونه‌اش همه چی رنگ به رنگ ست شده بود. لیوانا، بشقابا، قهوه ساز روی کابینت. خلاصه که من محو سلیقه‌اش میشدم. اولش فکر میکردم فقط یه کشش ساده است. اما وقتی چند روز پیشش موندم تازه فهمیدم داستان خیلی جدی تر از این حرف است. اون روزا با هم صبحونه میخوردیم. تو بالکن مینشستیم و قهوه میخوردیم. ندا با خنده‌هاش و حرف زدنش یه حسی بهم میداد که هیچ وقت تو زندگیم تجربه نکرده بودم. خیلی با هم راحت بودیم. حتی وقتی سکوت میکردیم هم حس بدی نداشتم. یه شب که بارون میومد چراغا خاموش بود. فقط صدای شرشر بارون تو خونه میپیچید. من و ندا رو مبل نشسته بودیم. داشتیم فیلم میدیدیم ولی حواسم اصلاً به فیلم نبود. فقط خیره شده بودم به صورتش که تو نور کم رمق خونه برق میزد. اون لحظه حس کردم خدا دوباره دستمو گرفته. بعد از همه خرابکاری‌ها و اشتباهی که تو زندگیم داشتم انگار داشت دوباره فرصتی بهم میداد. اون چند روزی که پیشش موندم شبا خیلی طولانی و شیرین میگذشت. ندا مثل یه مرهم رو زخمه قدیمیم بود. باهاش حرف میزدم از گذشتم، از پشیمونی‌ها، از این چیزایی که همیشه تو دلم مونده بود. برعکس همه گوش میداد. قضاوتم نمیکرد. فقط نگاه میکرد و یه جمله کوتاه میگفت که همه وجودمو میلرزوند. تو دلم یه جورایی باور کرده بودم که شاید این همون نقطه عطف زندگی منه. شاید خدا داشت بهم نشون میداد هنوزم میشه عاشق شد. هنوزم میشه امید داشت. اون روزا هر بار که از خواب بیدار میشدم و میدیدم ندا تو آشپزخونه داره صبحونه آماده میکنه، حس میکردم دارم توی یه زندگی تازه قدم میزنم. زندگی که خیلی وقت بود ازش ناامید شده بودم. اما راستش ندا یه وقتایی رفتارایی میکرد که برام عجیب بود. مثلا گوشیش که زنگ میخورد، حتی اگه وسط خنده و حرف زدن با من بود، یه لحظه صورتش جدی میشد. سری دستش رو سمت گوشیش میبرد، جواب میداد و درجا پا میشد میرفت تو اتاق یا بالکن. هیچ وقت نمیذاشت بفهمم کی پشت خطه. اولش بیخیال بودم. با خودم میگفتم شاید همکارشه یا دوستشه. اما هر بار که تکرار میشد بیشتر شک میکردم. یه بار دقیقاً یادمه داشتیم شام میخوردیم. گوشیش زنگ خورد. چنگالش رو میز گذاشت با یه ببخشید کوتاه پا شد تو اتاق رفت و درو هم بست. من مونده بودم با میز نصف کار و یه عالمه فکر که تو سرم میچرخید. بیشتر از همه اون نگاه‌های بعد از تماسش عذابم میداد. وقتی برمیگشت لبخند زورکی میزد ولی چشماشو نمیتونست کنترل کنه. انگار یه چیزی رو قایم میکرد. منم به روی خودم نمیآوردم اما از تو میسوختم. یه بار دیدم گوشیش رو مبل جا مونده. زنگ خورد. صفحش روشن شد ولی ندا سریعتر از برق اومد و گوشی رو برداشت. انگار نه انگار که منم اونجا. حتی به چشمم نگاه نکرد. فقط گفت آراد جان یه تماس کاری بود، مهم نبود. ولی صداش میلرزید. هر بار که این صحنه‌ها تکرار میشد تو ذهنم هزار تا سناریو میچرخید. میگفتم شاید یکی از مراجعه کننده هاشه، شاید یکی از دوستای قدیمیشه، شاید. اما ته دلم یه ترسی بود که نمیذاشت راحت باشم. یه ترس عجیب که اگه چیزی پشت این تماسا باشه همه اون حس خوب و آرامشی که پیدا کرده بودم یه شبه نابود میشه. حس میکردم ندا یه دنیای دیگه داره که منو توش راه نداده. یه دنیای پنهونی که نمیذاشت من حتی یک گوشش رو ببینم. همین باعث میشد با وجود همه عشقی که بینمون بود شبا وقتی میخوابیدم یه صدای زمزمه وار تو ذهنم بگه مطمئن ندا همونیه که فکر میکنی؟ چند روزه که این حس مثل خوره به جونم افتاده بود حس میکردم یه نفر مدام داره تعقیبم میکنه. انگار هر چقدر پشت سرمو نگاه میکردم همون ماشین سیاه گوشه چشمم میومد. اولش گفتم شاید اشتباه میکنم چون آدم وقتی ذهنش مشغول باشه همه چیزو یه جور دیگه میبینه. ولی کم کم داشت از حد میگذشت. هر بار که از خونه‌اش یا از مطبش راه میافتادم اگه دیرتر از چهارراه میگذشتم اون ماشین همونجا بود یا اگه زودتر رد میشدم پشت سرم ظاهر میشد.
یه بار که از داروخونه بیرون اومدم پیاده رو شلوغ بود، اما وقتی برگشتم از کوچه پیچیدم دوباره دیدمش. فقط یه نفر توش نشسته بود. از اونجور آدمایی بود که آدم نمیتونه قیافشون رو بخونه. شناختمش؟ نه، ولی حسش آشنا بود. همون سایه‌ای که تو خوابام میدیدم. قلبم تندتر زد. منظم نفس میکشیدم تا آروم بمونم. اولش سعی میکردم عادی رفتار کنم. آینه بغل عقب رو نگاه میکردم. سعی میکردم معمولی باشم. ولی هر بار که نگاهم به اون شیشه تیره میافتاد، انگار یه خط سیاه روی روزم کشیده میشد. یه روز که از بانک برگشتم، ماشین کنار چراغ قرمز کنارم وایستاد. راننده یه لحظه نگام کرد. بعد چشماش از روم برداشت و به روبرو خیره شد. حرکتش مصنوعی بود، مثل کسی که داره نقشه‌شو بازی میکنه. از اون روز دیگه به خودم گفتم اشتباه نیست. یکی داره منو تعقیب میکنه. از فردای همون روز تصمیم گرفتم احتیاط کنم. مسیرامو عوض کردم، از کوچه‌های خلوت رد شدم. ولی اون آدم انگار از قبل میدونست من کدوم پیچ و دور میزنم. یه بعد از ظهر بارونی که ناچار شدم برم خرید، دیدم همون ماشین جلوتر پارک کرد و چند دقیقه بعد از پارک دوباره حرکت کرد. ولی باز پشت سرم راه افتاد. دیگه تحمل نداشتم. زدم رو ترمز و کنار پیاده رو وایستادم. دیدمش که داره نگاهم میکنه. ولی وقتی من از ماشین پیاده شدم تا بهش نزدیک بشم، پاشو رو گاز گذاشت و رفت. اون شب نتونستم حتی 1 ساعت خواب راحت داشته باشم. روز بعد سعی کردم با هوشمندی رفتار کنم. رفتم سراغ دوربینای اطراف مطب و مغازه‌ها. پرسیدم کسی چیزی دیده یا نه. صاحب سوپرمارکت سر کوچه اول یه نگاه کرد و گفت آره 2-3 بار دیدمش. یه ماشینه که معمولاً تا دیر وقت این دور و ور میچرخه. ولی وقتی اسم ندا رو گفتم لبخندی زد و گفت نمیدونم، ممکنه بهش ربط داشته باشه. جمله‌اش مثلا بی‌تفاوت بود، اما تهش یه نگرانی پنهون بود. یه شب ناچار شدم خودم پیگیر شم. موبایلم رو تو جیبم فشار دادم و تو خیابون رفتم. با اینکه میدونستم خطر داره، اما دیگه رمق نداشتم پشت پنجره بشینم و انتظار بکشم. قدم زنان جلو رفتم. قلبم تند میزد و هر صدای تیک تاک ساعت تو گوشم میپیچید. چند کوچه دورتر از بین ماشینا یه سایه آشنا دیدم. خودش بود. وقتی آرومتر شدم فهمیدم که اونم منو دیده. دوباره خودش رو آماده کرد که فرار کنم، اما من دیگه نمیخواستم فرصت رو از دست بدم. جلو رفتم، نزدیک شدم. ولی وقتی دستم و سمت در ماشین بردم، راننده شیشه رو بالا کشید و با یه صدای بی احساس گفت بهم نزدیک نشو. بهش نزدیک نشم؟ پس چرا چند روز هر جا میرفتم سایش پشت سرم بود؟ چرا اون صدا شبیه تهدید بود؟ برگشتم خونه و رو مبل نشستم. دستام میلرزیدن، ولی توی سرم یه تصمیم گرفته بودم. باید بفهمم پشت این نمایش کیه. فرداش رفتم یه دوست قدیمی که تو کار دوربین و امنیت بود و دیدم. با لحن نیمه خواهش گفتم یه مدت حس میکنم دارن تعقیبم میکنن. میشه یه دوربین دم خونه کار بذاریم؟ اون نگاهی کرد و گفت حله، کمکت میکنم. چند ساعت بعد اومد و یه دوربین موقتی نصب کردیم. حس کردم یه جور آرامش بهم برگشته. حداقل یکی بود که میتونستم بهش تکیه کنم. شب که شد با استرس پای لپتاپ نشستم و فیلم‌ها رو نگاه کردم. ساعت 12:30 شب بود که دیدم ماشین سیاه آروم آروم از خیابون رد میشه و یه نفر پیاده میشه و نزدیک در ساختمون میاد. از پشت دوربین دیدمش که صورتشو پوشونده بود، اما یه چیزی تو راه رفتنش بود که منو تکون داد. طریقه راه رفتن، یه حرکت تکراری تو شونه‌ها، انگار کسی که فکر میکرد بی صداست ولی عادتی داشت که نذاشت مخفی بمونه. اون شب خواب آرومی به چشمام نیامد. ذهنم پر از تصویرای بارونی و اون شیشه سیاه بود. تصمیم گرفتم فردا صبح یه کاری بکنم. یا حقیقت رو کنم یا اینکه خودم رو گم کنم تو همین شک و تردیدی که داره پوست و استخونم رو میخوره. چند بار دیگه از ماشین پیاده شدم. قدم زنان سمتش رفتم. دلم میخواست جلو برم و این همه ابهامو تموم کنم. چرا داری منو تعقیب میکنی؟ ولی هر بار که یه قدم نزدیکتر میشدم، انگار یه نیروی نامرئی ما رو از هم دور میکرد و اون مثل سایه ازم فاصله میگرفت. تا اینکه یه روز بالاخره تونستم گیرش بندازم. داشتم تو کوچه‌های خلوت قدم میزدم که چشمم به همون ماشین مشکی که مثل سایه پشت سرم بود افتاد. دلم آتش گرفته بود. دیگه تحمل نداشتم. به محض اینکه به کوچه بنبست رسید، سری جلوی ماشین وایسادم. نفسم تند بود. دستام میلرزیدن، ولی یه جوری خودم رو جمع و جور کردم که ترسمو نشون ندم. سرشو بین 2 دستم گرفتم و فریاد زدم چه مرگته؟ چرا دنبال من راه افتادی؟ صدای فریادم تو کوچه خالی میپیچید، ولی اون هیچ حرکتی نمیکرد. یه سکوت عجیب حکم فرما شده بود. بعد از چند ثانیه سرشو بالا آورد و دیدم یه قطره اشک از گوشه چشمش روی صورتش سر خورد. تو همون یه لحظه قلبم یه ریتم عجیب گرفت. عصبی تر شدم.
دستم رو مشت کردم و نزدیکتر رفتم و گفتم واسه چی داری گریه میکنی مرد گنده؟ صدای خودمم میلرزید ولی نمیخواستم ضعفم رو نشون بدم. اون نفس عمیقی کشید. خودش رو جمع و جور کرد و یه جور نگاه کرد که فهمیدم میخواد یه چیزی رو بهم بگه. یه لحظه سکوت کرد و بعد با یه صدای گرفته پرسید تو چه نسبتی با ندا داری؟ انگار یه شوک از مغزم رد شد. همه چی روشن شد. این یعنی اون ندا رو میشناخت. تا اینکه خودش ادامه داد. صدای لرزونش ترکیبی از عصبانیت و خجالت بود. من شوهر ندام. تو اون لحظه همه چی مثل یه فیلم آهسته شد. نمیتونستم نفس بکشم. چشمام گرد شد، دستام شل شد و یه جور ترس عجیب همه ی وجودم رو گرفت. شوهر ندا؟ یعنی همه ی اون رفتارهای مشکوک، همه ی اون تعقیبا، همه ی اون پنهونکاریا، همه دلیلش این بود؟ نگاهش کردم. تو چشماش هم عصبانیت بود، هم یه حس غم عجیب. نمیدونستم از شدت عصبانیت و سردرگمی چی باید بگم. دلم میخواست داد بکشم، دلم میخواست همه چیزو بفهمم. باورم نمیشد. انگار یکی داشت یه شوخی خیلی بد با من میکرد. ندا شوهر داشت و به من نگفته بود. همه اون روزا و شبایی که کنارش بودم، همه اون حرفا، همه اون حس خوب و آرامش یه دروغ بزرگ بوده. قلبم تون تون میزد و تمام وجودم میلرزید. پسر خودشو معرفی کرد. سیاوش. اسمشو که شنیدم ترسیدم، اما هنوز نمیخواستم باور کنم. صورتش خنثی بود، ولی یه حس عصبانیت و ناامیدی با هم تو نگاهش بود. شروع کرد به توضیح دادن. چند ماه مأموریت بودم. از وقتی برگشتم فهمیدم یه مرد تو خونمه. چند لحظه فقط بهش خیره شدم. انگار همه چی داشت آروم آروم رو سرم خراب میشد. سیاوش ادامه داد. وقتی دیدم تو داری با ندا زندگی میکنی جرئت نکردم وارد خونشم. نمیخواستم یه صحنه احمقانه پیش بیاد. ولی چند روزه دارم تعقیبت میکنم تا بفهمم جریان چیه. صدای خودش هم میلرزید، ولی انگار یه عزم راسخم توش بود. نفسم رو محکم فوت کردم و گفتم پس یعنی این همه مدت، همه اون شبایی که کنارش بودم، ندا به من دروغ گفته بود؟ سیاوش با یه نگاهی پر از درد جواب داد نه، اون فکر میکرد تو رو دوست داره. نمیخواست ناراحتت کنه، ولی نمیخواست به منم پشت کنه. چشمام پر از خشم شد و دلم میخواست گریه کنم، هم از عصبانیت هم از سردرگمی. دلم میخواست همین الان برم پیش ندا و همه ی حقیقت از زبون خودش بشنوم. ولی یه چیزی تو وجودم میگفت اول باید با سیاوش حرف بزنم، بفهمم چی واقعیت و چی بازیه. گفتم تو میدونی من تو چه حالی باش آشنا شدم؟ من تو بدترین مرحله زندگیم بودم که ندا رو دیدم. حالا اومدی اینجا بهم میگی که شوهرشی. اگه شوهرشی پس چرا جلوشو نگرفتی؟ سیاوش شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت همه کارهایی که مدت واسط کرده نقش نبود. اون به تو علاقه داشت. من و ندا مدت هاست که دیگه نمیتونیم کنار هم زندگی کنیم. حتی یه مدت بود که جدا از هم زندگی میکردیم. من یه مدت مأموریت بودم. وقتی برگشتم میخواستم به ندا سر بزنم. اما وقتی فهمیدم ندا تنها نیست و یه نفر پیششه، دلم میخواست خودم رو خلاص کنم. یه سکوت سنگین بینمون حکم فرما شد. قلبم داشت منفجر میشد و هزار تا فکر تو ذهنم میچرخید. ولی یه چیز واضح بود. ندا یه راز خیلی بزرگ داشته و حالا من وسط یه دایره پنهونی افتاده بودم که نمیدونستم از کدوم سمت شروع کنم. با صدای لرزون گفتم پس حالا من باید چیکار کنم؟ سیاوش نفس عمیقی کشید و گفت اول باید با ندا حرف بزنی. همه ی حقیقت رو از زبان خودش بشنوی. بعد تصمیم بگیر. من فقط میخوام که حقایق روشن باشن، نه اینکه یکی تو تاریکی بمونه. تو بعد حقیقت رو میفهمیدی. وقتی برگشتم پیش ندا حالم خراب بود. قلبم مثل طبل توی سینم میکوبید. دستام سرد شده بودن و نمیدونستم باید چی کار کنم. یه لحظه نگاهم به ندا افتاد و همون حس خوب قبلی که چند روز پیش داشت بهم آرامش میداد. انگار تبدیل شد به یه سطل یخ که همه ی وجودم رو منجمد کرد. ندا منو که دید سری جلو اومد و گفت چیزی شده؟ حالت خوب نیست؟ صداش دیگه نمیتونست آرامش بده. حالم بد بود. دلم میخواست داد بزنم. وقتی حرفامو بهش زدم بعدش شروع کرد به توجیه کردن. با یه لحن عجیب و مطمئن میگفت سیاوش هرچی گفته دروغ گفته. ما چند ماه بود که قرار بود از هم طلاق بگیریم. نگاهش کردم. مردمک چشماشو دیدم که میلرزیدن، ولی انگار داشت تلاش میکرد حقیقتو مخفی نگه داره. ندا ادامه داد. سیاوش فقط هی امروز و فردا میکرد و طلاقم نمیداد. هیچی بین ما نیست، هیچ حسی بین ما نیست. اون دروغ میگه، همش دروغه. از عصبانیت و گیجی نمیدونستم چی بگم. دلم میخواست همه چیزو باور کنم، ولی انگار یه چیزی تو وجودم میگفت که شاید همه چیز انقدر ساده نباشه.
چند لحظه ساکت موندیم. فقط صدای نفسامو میشنیدم که سکوتو میشکست. دلم میخواست بپرسم چرا به من نگفته؟ چرا همه این مدت انقدر راحت دروغ گفته؟ چرا منو وسط این بازی گذاشته؟ ولی تنها چیزی که تونستم بگم یه صدای خفه و لرزون بود. پس همه اون روزایی که کنار هم بودیم همشون دروغ بودن؟ ندا سری جواب داد: نه آراد، نه، همشون واقعی بودن. من عاشقتم، ولی ارتباط من و سیاوش تموم شده بود. فقط اون نتونسته بود قبول کنه و امروز و فردا میکرد. نگاه هم کرد. اون نگاه عاشقانه چند روز پیشش هنوز سر جاش بود، ولی زیرش یه چیزی شکسته بود. یه راز پنهون که نمیدونستم میخواد بهم بگه یا نه. وقتی برگشتم خونه دستامو رو صورتم گذاشتم و فقط روی مبل نشستم. حس میکردم دنیا داره دور سرم میچرخه. قلبم تون میزد، دستام میلرزید. اما از همه چیز بیشتر یه حس تهوع داشتم. یه حسی مثل این که هر چیزی که بهش فکر میکنم یه شوک الکتریکی بهم وارد میکنه. اون روز گوشیمو خاموش کردم و تصمیم گرفتم که دیگه هیچ زنگ و پیامی و جواب ندم. حتی نمیخواستم صدای ندا رو بشنوم. حتی نمیخواستم ببینمش. انگار اگه یه لحظه باهاش حرف میزدم همه چیز دوباره به هم ریخت و من دیگه نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. چند روزی تو خونه تنها بودم. هیچ کس رو نمیدیدم. هیچ کاری نمیکردم. فقط روی مبل یا تخت دراز میکشیدم. به سقف نگاه میکردم و ذهنم پر از فکر و خیال بود. هر بار چشمامو میبستم خاطره خنده ها و نگاه ندا جلوی چشمم میومد و قلبمو میفشرد. به خودم میگفتم فقط آروم باش، فقط فکر کن، بعد تصمیم بگیر. اما ذهنم سرکش بود. هیچی نمیذاشت آروم باشم. حتی وقتی خوابم میبرد کابوسا دنبال من بودن. کابوس ندا و سیاوش، ماشین مشکی، خیابونای تاریک و همه اون روزایی که فکر میکردم عاشق یه آدمم. اما نتونستم. واقعا نتونستم ندا رو ببخشم. هر بار که فکرش جلوی چشمم میومد قلبم یه ضربه میخورد. دستام میلرزید و یه خشم عجیب تو وجودم شعله میکشید. نمیتونستم بفهمم چطور کسی که ادعای عشق داشت میتونست انقدر راحت با احساسات من بازی کنه. انگار همه چیزو حساب کرده بود. همه خنده ها، همه نگاه ها، همه شبایی که کنار هم بودیم تبدیل شده بودن به یه ابزار که یه آدم دیگر رو کنترل کنه. با خودم فکر میکردم چطور یه آدم میتونه انقدر راحت وارد زندگی یه نفر بشه، قلبش رو بگیره، بعد همه چی رو خراب کنه و هنوز مثل یه فرشته به نظر بیاد. چند هفته گذشت و من هنوز حالم خراب بود، ولی کم کم فهمیدم هیچ فریبی، هیچ دروغی و هیچ عشقی ارزش نداره که منو نابود کنه. تصمیم گرفتم که دیگه ندا رو نبینم، حتی جواب زنگ و پیامش هم ندم. شروع کردم به زندگی کردن برای خودم. دوباره رفتم سر کار، با دوستان بیرون میرفتم. حتی یه بار با یه لبخند واقعی تو آینه نگاه کردم. دیگه وابسته کسی نبودم که با قلبم بازی کرده باشه. خشمم کم کم جای خودشو به آرامش داد و یاد گرفتم که بعضی آدما فقط برای تجربه و درس دادن وارد زندگی ما میشن، نه برای موندن.